سندی که بدون اونها هیچ صادراتی انجام نمیشه. وقتی ما کالایی رو میخوایم صادر بکنیم فقط پول و کالا نیستن که جابجا میشن، بلکه اطلاعات و مدارک مهمی هم هستن که باید همراهش باشه. اسناد بازرگانی این زبان واحدی بین گمرک، بانک، خریدار، فروشنده و شرکت حمل هستن. سلام، من اسماء آموزگاران هستم. توی کانالم در مورد صادرات، واردات، شبکه سازی و تجارت صحبت میکنم. اگر به این موارد علاقه‌مند هستین حتما من رو سابسکرایب بکنید. در کنار این کانال من یک پیج اینستاگرامی هم دارم به این آدرس و در واقع گروه های واتساپی فعالی داریم که به این شماره میتونید پیغام بدید و شما رو اد بکنیم که سوالاتتون رو بپرسین، در وبینارها و پروژه‌های صادراتی ما شرکت بکنیم. بریم سراغ اصل مطلب. اسناد بازرگانی و اطلاعات کاربردی که دارن. همونطوری که گفتم ما وقتی میخوایم یک کالا رو صادر کنیم یا وارد بکنیم فقط پول و کالا نیستن که جابجا میشن، این اسناد و اطلاعاتشون هم هستن که باید در کنارشون باشن و این اسناد اینقدر مهم هستن که میتونن در واقع عاقبت این تجارت و این در واقع صادرات یا واردات رو تغییر بدن و اینکه در واقع بار به راحتی ترخیص بشه، با سود بالا و آرامش خاطر این کار انجام بشه، یا اینکه نه بار در گمرک بمونه، هزینه‌های بالای دموراژ رو پرداخت بکنیم و با کلی دردسر در واقع و حتی شکست این معامله انجام بشه. پس توصیه‌ای که برای تاجران جوان یا تاجرانی که تازه کارشون رو شروع کردن دقت روی اسناد بازرگانی و اینکه این اطلاعات در همه اسنادی که الان در ادامه این ویدیو توضیح میدم یکسان باشه، مخصوصا اطلاعات مربوط به اینوایس. خب توی این جلسه ما در مورد پروفورما اینوایس، کامرشیال اینوایس، بیل آف لندینگ، سرتیفیکیت آف اورجین، پکینگ لیست و اینشورنس سرتیفیکیت، اینا در واقع اسنادی هستن که برای هر معامله‌ای ما بهشون نیاز داریم و باید ازشون استفاده بکنیم. پروفورما اینوایس که بهش کوتیشن، پی آی یا پیش فاکتور هم میگن، اولین سندی هستش که در واقع بین خریدار و فروشنده رد و بدل میشه و پیشنهادی هستش که از طرف فروشنده به خریدار داده میشه و در واقع در پیش فاکتور یا پی آیمون اطلاعاتی مثل مشخصات کالا، تعداد، قیمت و شرایط پرداخت و شرایط حمل هم ذکر میشه و در موردش باید صحبت بکنن تا به نتیجه برسن که هر دو طرف با چه روش‌هایی و در واقع برای دریافت پولشون و ارسال بارشون رضایت دارن. در مورد پروفورما اینوایس میخواستم این اطلاعات رو در واقع بدم بهتون که وقتی میگیم پی آی مخفف همون پروفورما اینوایس هستش، پی مخفف پروفورما و آی مخفف اینوایس هستش. خب حالا توی پی آی حساب یا بدهی ایجاد میشه، باید جواب داد که خیر، فقط یک سند بازرگانی هستش که در واقع ارسال میشه تا در موردش نتیجه گیری بشه و اقدام بشه و فقط برای توافق اولیه و شروع فرایند سفارش استفاده میشه. بعد از تایید فاکتور یا در واقع فاکتور خرید یا کامرشیال اینوایس صادر میشه که در واقع پرداخت‌ها طبق کامرشیال اینوایس انجام میشه. خب بریم و در ادامه ویدیو کامرشیال اینوایس رو با هم دیگه بررسی کنیم، چه مواردی باید درش در واقع ذکر بشه و این در واقع اینوایسمون، شماره اینوایسمون چقدر مهم هستش و در تمام اسناد بازرگانی که ما در انتها باهاش کار میکنیم باید یک سری موارد یکسان باشه. با من همراه باشید. کامرشیال اینوایس یا اینوایسمون در واقع باید اطلاعات خریدار، فروشنده، اینوایس نامبر یعنی شماره باید بهش بدین، دیت تاریخ داشته باشه، کانتری آف اورجین کشور مبدأ کجاست، پورتی که بارگیری انجام میشه، پورتی که ترخیص میشه، پورت آف لودینگ، پورت آف دیسچارج، ترم آف دلیوری اینکه چه اینکوترمی هستش، اف او بی هستش، سی آی اف هستش، سی اف آر هستش، دی دی پی هستش، اینجا ذکر میشه. دیسکرایب آف گود اینکه کامل باید محصولتون رو توضیح بدید، کوانتیتی چه تعدادی هستش و یونایت پرایس در واقع چه قیمتی.
و بعد از اینکه در واقع تو این قسمت قیمت کلی محصول رو عنوان میکنین و کرنسی هم که در واقع کارنسی هم که واحد پولی هستش که میخواید باهاش کار کنید. بیل آف لندینگ مهمترین سند حمل در تجارت هستش. این سند نشون میده که شرکت حمل و نقل کالا رو از فروشنده تحویل گرفته و متعهد شده اون رو به خریدار در مقصد تحویل بده. چه کسی صادرش میکنه؟ شرکت کشتی فورواردر یا شرکت کشتیرانی فورواردر یا شرکت حمل و نقل صادرش میکنه. چه زمانی صادر میشه؟ بعد از اینکه کالا بارگیری شد، روی کشتی یا وسیله حمل قرار گرفت. خب شامل چه اطلاعاتی هستش؟ میریم که توی فرم مورد نظر کاملا یکی یکی توضیح بدیم. خب در این قسمت شیپر هستش یا در واقع فرستنده، نام گیرنده یا کانساینی هستش، نوتیفای پارتی که در واقع نام اعلام کننده کالا و در قسمت بعدی در واقع وسل نیم که شرکتی هستش که این کار رو انجام میده و شماره‌ای که در واقع برای این سند بارگذاری میشه. قسمت بعدی پورت آف لودینگ و پورت آف دیسچارج هسته. خب مثل سند قبلی در واقع بندری هستش که بارگیری میشه، پورت آف دیسچارج بندری هستش که ترخیص میشه، پلیس آف دلیوری کجا ارسال میشه، شماره کانتینر یا همون کانتینر نامبر، سیل نامبر، شماره‌ای که در واقع سیل شده، پوشش داده شده، کانتینر بسته شده، دیسکرایپشن آف گودز که دوباره اینجا داریم کاملا توصیف میکنیم، گراس ویت یا وزن ناخالص هستش و میجرمنتش که همون CBM هستش که در واقع ابعادش رو نشون میده که محصول ما در چه ابعادی هستش. پس خاطرمون باشه که برای بیل آف لندینگ فقط کافی هستش که ما این سند رو بشناسیم و به خاطر داشته باشیم که این سند با اینوایسمون یکی باشه. گواهی مبدأ سندیه که کشور تولید کننده یا فراوری کننده کالا را مشخص میکنه و نشون میده که هر کالا ساخت کدوم کشوره. گواهی مبدأ چرا مهمه؟ تعیین حقوق و عوارض گمرک از طریق گواهی مبدأ انجام میشه و اینکه اجرای توافقات تجاری، کنترل تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی، اینا در واقع مواردی هستن که گواهی مبدأ رو اهمیتش رو نشون میدن و بدون سرتیفیکیت آف اورجین یا گواهی مبدأ یا COO ممکنه کالا در گمرک مقصد متوقف بشه. حالا گواهی مبدأ رو چه کسی صادر میکنه؟ گواهی مبدأ رو اتاق بازرگانی کشورهای صادر کننده در برخی از کشورها اتحادیه‌های صادراتی یا سازمان‌های مورد تایید دولت صادر میکنه. چه زمانی صادر میشه؟ سوال خیلی مهمی هستش. قبل یا همزمان با حمل کالا و بدون فاکتور نهایی سرتیفیکیت آف اورجین صادر نمیشه. بریم حالا با هم دیگه اطلاعاتی رو که توی گواهی مبدأ باید ذکر بشه رو بررسی بکنیم. در ابتدا اسم صادر کننده، خریدار که کانساینی هستش، تو بقیه اسناد هم اینا رو گفتم. description of good در واقع توضیحاتی که در مورد کالا هستش گفته میشه، کوانتیتی چه تعدادی هستش، ویت وزنش هستش و میبینید دوباره اینوایس نامبر توی همه اسناد باید ذکر بشه، پس اهمیتش رو الان اینجا متوجه میشین و بعد تاریخش و در قسمت آخر مهر و امضای در واقع ارگانی هستش که صادرش میکنه. در مورد گواهی مبدأ میتونم بگم که این گواهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش و خیلی میتونه توی انجام معاملات شما تاثیرگذار باشه. اینجا انواع گواهی مبدأ رو براتون توضیح میدم که گواهی مبدأ معمولی داریم و گواهی مبدأ ترجیحی برای کاهش یا حذف تعرفه گمرکی.
اعتبار گواهی مبدأ چقدر هستش؟ معمولا 3 تا 6 ماه بسته به کشور مقصد هستش. اشتباهات رایج در گواهی مبدأ، تفاوت شرح کالا با اینوایس اینجا دوباره ذکر شده، پس باید خاطرتون باشه که برای همه مدارک با اینوایس تطابق داده بشه. و در واقع طی این فرایند ما متوجه میشیم که چقدر اینوایس سندی هستش که سند اهمیت داری هستش و باید با همه مدارک ما تطبیقش بدیم. پکینگ لیست سندی هستش که جزئیات لیست بسته‌بندی و دقیق بسته‌بندی کالا رو به ما نشون میده و مشخص میکنه هر کالا چطور در چه بسته‌بندی با چه مشخصاتی ارسال شده و اگه فاکتور به ما بگه چه چیزی فروخته شده، پکینگ لیست دقیقاً میگه که کالا چطوری بسته‌بندی شده، در چند بسته، با چه وزنی و در چه ابعادی هستش و نقش مهمی در ترخیص کالا داره. آیا پکینگ لیست اجباری هست یا نه؟ در بیشتر صادرات ها بله، به خصوص صادرات مواد غذایی، صادرات دارویی، ارسال کانتینری و ارسال هوایی بسیار مهم هستش که سند در واقع پکینگ لیست به طور کامل وجود داشته باشه. در اینجا تفاوت پکینگ لیست با اینوایس رو توضیح میدیم که در پکینگ لیست اطلاعات بسته‌بندی، وزن، تعداد، ابعاد بدون ارزش ریالی برای لوجستیک استفاده میشه، اما در اینوایس چطور؟ این اطلاعات در واقع اطلاعات مالی هستن، قیمت و مبلغ ارز دارن و دارای ارزش ریالی هستن و برای پرداخت و گمرک استفاده میشن. در اینجا مواردی رو که باید در پکینگ لیست در واقع ذکر بشه: فرستنده، کانساینی یا خریدار، شماره اینوایس که ببینید همه جا میاد و چقدر مهم هستش، تاریخش، توتال پکیجز، کل بسته ها، گراس ویت، وزن ناخالص، نت ویت، وزن خالص و دایمنشن که اینجا در واقع به صورت طول، عرض و ارتفاع باید کامل ذکر بشه. تو قسمت بعدی در واقع مارکس اند نامبر رو داریم که علامت ها و شماره‌ای که باید روی محصول روی بسته ذکر بشه که راحت تر بتونن پیداش کنن و دیسکریپشن آف کانتنت که محتوای بسته ها رو در واقع توصیف میکنه. اولین سوالی که در واقع برای کار بیمه نامه پرسیده میشه این که چه کسی بیمه رو میگیره، خریدار یا فروشنده؟ بستگی به اینکوترمز داره، اینا خیلی مهم هستش. اگر در واقع اینکوترمز ما CIF یا CIP باشه، فروشنده موظف به گرفتن بیمه هستش. اگر FOB یا اکسورک باشه، معمولا خریدار بیمه رو میگیره، همیشه در قرارداد مشخص میشه. توی معمولا وبینارهای آنلاینی که داریم و کلاس هایی که در واقع توی انجمن هستش این موارد رو کاملا توضیح میدیم، ولی باز من سعی میکنم که یه ویدیو کاملی در مورد اینکوترمز ها هم براتون آماده بکنم. خب تو این قسمت در مورد نوع حمل در بیمه نامه ها صحبت میکنیم که حتما باید دقیق مشخص بشه دریایی، زمینی، هوایی هستش یا اینکه ترکیبی باشه. اگر تطابق نداشته باشه رد خسارت میشه. اطلاعات مهمی که باید دقیق باشن: نوع صادرکننده و گیرنده هست، شرح کالا، وزن و تعداد بسته ها هست، مسیر حمل و شماره BL مون که در واقع بیل آف لندینگمونه. کوچکترین مغایرتی میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه. تو این قسمت در مورد زمان اعتبار بیمه صحبت میکنیم که از انبار مبدأ تا انبار مقصد، نه فقط زمانی که روی کشتی یا کامیون هستش. در صورت خسارت باید چی کار بکنیم؟ سریع به شرکت بیمه اطلاع بدیم، گزارش شرکت هم رو قرار بدیم در واقع این اطلاعیه و عکس صورت جلسه اینوایس یا BL. اگر این کار رو با تأخیر انجام بدیم احتمال رد خسارت هستش. خب اینجا در مورد اشتباهات رایج صادرکنندگان صحبت میکنم که در واقع بیمه با پوشش ضعیف انتخاب میکنن که در این قسمت من ابتدا انواع بیمه رو واسهتون توضیح میدم.
در واقع انواع بیمه هایی که ما داریم بیمه نوع A هستش که شامل همه خطرات میشه all risks که کامل ترین نوع پوشش بیمه ای هستش، مناسب صادرات با ارزش بالا هستش. نوع دوم نوع B هستش که پوشش متوسطی داره، خطرات مثل آتش سوزی، غرق شدن و تصادف رو در واقع شامل میشه. اگر بیمه با پوشش ضعیف انتخاب کنیم، مثلا نوع C، عدم تطابق بیمه با اینکوترمز، پس اینکوترمز ها رو لازم هستش که خوب یاد بگیریم. مبلغ بیمه کمتر از ارزش واقعی باشه و بیمه بدون ذکر مسیر باشه. شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که مبلغ بیمه رو چطور حساب میکنیم. ارزش اصلی کالا رو به علاوه کرایه حمل به علاوه 10% سود باید در نظر بگیریم که بتونیم ارزش کالا، ارزش بیمه رو لحاظ بکنیم. بیمه مبلغ بیمه شده. اگر در واقع کمتر از این مبلغ بیمه بکنیم، ریسک پرداخت نشدن کامل خسارت ممکنه گریبانگیر ما بشه. پس این بحث در واقع بیمه محصول صادراتی یا وارداتیتون رو خیلی جدی بگیرید و سعی کنید مواردی که در کنارش هستش رو در واقع مثل اینکوترمز ها، مثل نوع بیمه ها، مثل تطابق همه اسناد با هم دیگه که در قسمت های قبلی هم عنوان کردم، خیلی خیلی با دقت انجام بدین و حتی اگر شرکت های این کارو واسه شما انجام میدن، خودتون دوباره چک بکنید. خب حالا چه مواردی رو توی بیمه لحاظ کنیم؟ پالیسی نامبر در واقع شماره بیمه هستش و دیت آف ایشیو، چه تاریخی بیمه در واقع انجام شده، اینشورر کسی که بیمه‌تون میخواد بکنه و در واقع این قسمت موضوع بیمه یا description of good، voyage from و and voyage to، یعنی سفر از کجا شروع میشه، کجا تمام میشه. قسمت بعدی sum insured، در واقع مبلغ بیمه شده هستش که واسهتون توضیح دادم، ارزش کالا به علاوه کرایه هم به علاوه 10% سود هستش. type of cover، همونطوری که قبلا توضیح دادم بیمه نوع A، B و C داریم. در واقع کدوم کلاس رو شما انتخاب کردین، کدوم کاور رو شما انتخاب کردین و ریمارکس هم که قسمتی هستش که توضیحات تکمیلی، شروط خاص یا نکات مهم نوشته میشه. در واقع یک بخشی از بیمه نامه هستش که در بخش‌های اصلی جا نمیشه، اما از نظر حقوقی کاملا الزام آور هستش که وجود داشته باشه. در مورد بیمه نامه به خاطر داشته باشین که بیمه نامه در صادرات فقط یک کاغذ نیستش، آخرین خط دفاعی شما در برابر ضررهای سنگین هستش. امیدوارم که از این آموزش ها نهایت استفاده رو کرده باشید و مسئله‌ای که میخواستم دوباره به عنوان بکنم که نکته این ویدیوها بود، HS کد حتما باید در همه سندها به صورت یکسان و در همه این اسنادی که در موردش صحبت کردیم وجود داشته باشه. پس فراموشش نکنید و براتون بهترین ها رو آرزومندم. امیدوارم که عضو مجمع تجار ما بشید و طعم شیرین درآمد دلاری رو بچشید و همیشه موفق باشید.